من چند روز پیش به دیجیتال والا رفتم، کسایی که پرده چام میکنن. من گفتم که دوستا بودن چه کار میکنید؟ گفتن که ملاها پولدار شده، ما میخوایم که پولای ملاها را جمع کنیم. من گفتم چطور؟ گفت که از یک استاد دارالحفاظ ما 46,000 افغانیش به خاطر چاپ پرده گرفتیم. واقعا جای شرمندگی است. شاید تعداد دستاربندی میکردگی شاگردایشان به 10 نفر نرسد، یعنی 10 نفر مصارف پردهشان 46,000 افغانی است. مگر می حافظای قرآنی قدر پرده را پدرایشان خانه خود بپوشانند؟ این چی حاجت است؟ این چی دربدری است؟ ای کاش با این مصارف گزاف این شاگرد قرآن کاش که حافظ 100% قرآن باشد. در میمانخانه ها می رویم میبینیم پرده ها زدگی است. حاجی صاحب پرده کی است؟ میگه که ماشاءالله برادرزاده ایتون پارسال حافظ قرآن شده بود. ماشاءالله. فعلا کجاست؟ میگه در ایران رفت. قرآن از فرق سری حافظ زد. چرا؟ این بیچاره 15 چیز حفظ نکرده بود، این رب پرده چاپ کرد، دنام حافظ قاری در جامعه تقدیم شد. وقت تراویح آمد نتوانست به میراب پیش شود، یالا بده طرف ایران. بازم تو یک انسان فاسق جور میشه که باور بکنه از ملا و قاری یک فاسق نبره. دیگه او وقت دیگه مسابقه اول نمره گیره در فسق و فساد، یا حافظ ملا صاحب از عوام پیش قدم است. من اینجا افسانه نمیگم، من درد جامعه را بیان میکنم. روز برای من یکی از دوستا گفتن که شما به دستاربندی فرزند ما اشتراک بکنید. من گفتم که بچه شما چند جز حفظ کرده؟ گفت که 7 جز حفظ کرده. من گفتم در این 7 جز دستاربندی؟ گفت که بله. من گفتم چرا اجازه میدین؟ گفت که استادش گفته که ما تا 2 سال دیگر دستاربندی نداریم، همین سال باید اشتراک کنه. خود فکر بکنین این 7 جز خونده که حفظ نیست به حال. این نامش هست حافظ قرآن. فردا که در جامعه هم تقدیم، بعد از قاری شدن بیچاره سالها و سالها دنبال قرآن مصروف است. اخیر دل سرد می شود، از قرآن بهره مند نمی شود، دنبال کار و پشت کار خود می رود. این سبب بی‌عزتی حافظ قرآن، سبب ناکامی حافظ قرآن، این اساتید خائن است که متوجه کارا نشدن. گپای ما استثناهای خود دارد، گپای ما به استثنای و اساتید خوب و اساتید مسئولیت پذیر هست. گپای ما با اونا ربط ندارد، کسی از ما خفه نشود. گپای ما با کسایی ربط دارد که دنبال شهرت، دنبال نام هستند، متوجه فرزندان امت نیستند.